حين ولدت. یه دلگفته‌ای دارم از قرآن کریم. اول از همه چیز شروع می‌کنیم به نام آن کسی که من مجموعی حرف‌های پندآموز زیبایی اویم. دلگفته‌ای دارم برای تمام بنده‌های او که چندین سال از قلب مرا جریدار نموده. بعد از آن سالهایی که خدای رحمان مرا از طریق فرشته محبوبش بر قلب بنده بزرگ زمینیش فرو فرستاد، دلم گرم بود و احساس سربلندی می‌کردم. و بیشتر از این خوشحال بودم که رب مرا بر قلب شخصی نازل کرد که در میان افراد همان شهر مورد احترام بود و همه او را محمد امین می‌نامیدند. پیش خودم گفتم که آیا مردم شهر هم از آمدنم خوشحال خواهند شد؟ بله، چه استقبالی، چه یارانی. ولی نمیدانم چرا بعضی از اهالی شهر با آمدنم ناراضی و از من دوری می‌جستند، در صورتی که من برای نجات آنها از عذاب روزی بزرگ می‌ترسیدم آمدم. من آمدم تا برای اهل زمین بگم که از من و پیامبرتان پیروی کنید در می‌خواهید رستگار شوید. چندی بعد خدای رحمان فرشته مقربش را فرستاد تا بنده بزرگش را از روی زمین نزد خود ببرد. در دلم دلهره افتاد که خدایا بین بنده های تنها شدم که آیا مرا خواهند کرد. ولی نه، چه شاگردانی را تربیت کرده بود رسولش. حالا مسئولیت نگهداری از من افتاده بود به گردن شاگردان و اصحاب دوست داشتنی آن حضرت تا مرا در سراسر نقاط این زمین پهناور منتشر کنند. بعضی از من استقبال می‌کردند و بعضی ها دوری. حالا از آن موقع حدود 1400 سال است که می‌گذرد، ولی باز هم می‌بینم بعضی ها هنوز با من غریبند و مرا در گوشه خانه تنها گذاشتند و هیچ اعتنایی نمی‌کنند. و تو ای بنده، به خدا قسم فردای قیامت است و در درگاه شکایت می‌کنم که مرا بر تو خواندند ولی از من دوری می‌کردی. باشد که متوجه شوی. با امید آن روز همه مرا در آغوش بگیرند و از من و پیامبرشان پیروی کنند. سپاسگزار از شما برادر عزیز و گرامی. دلگفته این برادرمون از زبان رسول شکایت می کند و می گوید که قوم من این قرآن رو هجر کرده اند، این قرآن رو ترک کرده اند، این قرآن رو فراموش کرده اند. متاسفانه ما مسلمان ها امروزه اگر راه قرآن رو در پیش گرفته بودیم هرگز به این مصائب و مشکلاتی که شاهد اون هستیم دچار نمی شدیم. همان گونه که قرنهایی که ما به قرآن چنگ زده بودیم در اوج قدرت و اوج صلابت دین و دنیا به سر می بردیم، زیرا ما به قرآن چنگ زده بودیم، زیرا ما قرآن را برنامه زندگی خودمون می دانستیم. اما امروزه که قرآن برای مجالس ترحیم و تعزیه و برای زینت طاقچه های ما آمده است، هرگز قرآن در زندگی ما تأثیری نخواهد داشت، زیرا ما خواهان تأثیرگذاری قرآن نیستیم، زیرا ما قرآن را برنامه زندگانی خود نمیدانیم. واقعا چنین هست و از الله متعال بخواهیم که به ما توفیق بده که بتونیم به قرآن عمل بکنیم، بتونیم در ماه مبارک رمضان که در پیش رو داریم از لحظه های مبارک این ماه استفاده بکنیم در خواندن قرآن، در عمل نمودن به قرآن، در تربیت نفسمون در راستای تطبیق اوامر قرآن و سنت که باز هم چیزی جدا شده از قرآن نیست. زیباست که دوست عزیزمون به این قضیه هم اشاره کردن، قضیه نشر قرآن توسط صحابه. عزیزان بیننده فراموش نکنیم هنگامی که ما میگوییم صحابه یعنی تمامی کسانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدند و به اون ایمان آوردند و با ایمان از دنیا رفتند، چه از اهل بیت، چه از همسران، چه از نزدیکان و خیشان و چه از دوستان و یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اینها همه صحابه رسول الله بودند و اینها بودند که قرآن رو نشر کردند. اینها بودند که قرآن در زمان اونها در زندگی اونها نازل شد. اینها عملا قرآن رو تطبیق دادند. احکامی که در قرآن اومد بر حیات و زندگانی اونها حکم نمود. تعریف و تمجیدی که در قرآن اومد در مورد اونها بود. رضایتی که الله متعال در قرآن بیان نمود از اونها بود و نشر قرآن نیز توسط اونها بود. چطور ما میاییم
ادعا میکنیم که قرآن رو قبول داریم اما اونها رو خائن میدونیم، اونها رو مرتد میدونیم. اگر اونها خائن و مرتد باشن پس این قرآنی که در دست ماست نعوذ بالله هم قرآن نیست، پس دین ما نعوذ بالله دین نیست. هاشا که چنین باشد. سپاسگزار از شما بیننده عزیز و گرامی و دلگفته زیبایید.